مشتریای حرفه‌ای دوراشون رو زدن اومدن پیش شما. بنابراین تو میتونی با اعتماد به نفس بهشون بفروشی. مشتری حرفه‌ای زمانش ارزش داره. مشتری حرفه‌ای بیکار نیست. اگر اومده داره با تو حرف میزنه حتما یه چیزی داشتی. اگه حتی جوابتو نمیداد. مشتری حرفه‌ای حتی به اندازه جواب دادن یه تلفن برای شما، حتی دوستتون هم باشه، حاضر نیست وقت بذاره. اگر با شما در ارتباطه حتما یه چیزی دیده، حتما یه مزیتی براش دارید. برای این بدتر مشتریای حرفه‌ای به نظر من خیلی جذابیت داره و سعی کنید اینقدر خودتون رو ببرین بالا، چون مشتریای حرفه‌ای فروشنده حرفه‌ای میخوان. یادتونه اول صحبتام گفتم اینقدر تخصصتون رو ببرید بالا. یه مشتری حرفه‌ای حاضره بره از یه کسی که تازه اومده هیچ اطلاعاتی نداره درباره محصولات، مثلا من محصولات ساختمانی میفروشم، مثلا هیچ اطلاعاتی ندارم، مشتری حرفه‌ای حاضر از من بخره یا میره از کسی که متخصصه میخره؟ پس این خیلی مهمه که من بیام تخصص خودم رو ببرم بالا، دانش محصول خودم رو ببرم بالا. یکی از دوستان پرسیدن که بعضی از مشتری هم فقط از یک شرکت خرید میکنن با اینکه میدونن محصول ما با کیفیت‌تر و بهتر است، ولی نمیدونم چطور متقاعدش بکنم. دوستان عزیزم، بذارید شما رو تستتون بگیرن، یه کاری بکنید که وارد بشید. همه ما اینطوری هستیم. ما تامین کننده هامون رو سخت عوض بکنیم، ما مسیر رفتن از محل کار به خونمون رو سخت عوض بکنیم. این ساختار چیه؟ ذهنی ماست که خداوند یه کاری کرده که ما خیلی انرژی مصرف نکنیم سر فکر کردن. ما از یکی میخوایم دیگه راحتیم دیگه، حالا یه ذره گرونترم بده اشکالی نداره. من باید حداقل 10 برابر ایشون بهتر باشم توی یه چیزی تا بتونم ایشون رو از سمت ایشون بکشم به سمت خودم. پس شما اگر میخوایم یه مشتری رو از یه کسی جدا بکنیم بیاریم به سمت خودتون، تو یکی از مواردی که اونجا گفتم، یا پول یا زمان یا دغدغه یا استرس یا هر یه فایده ای دیگه، زیبایی، هر چی که تخصص شماست، تو یکی از فایده ها حداقل باید 10 برابر بهتر از، نه 2 برابر، حداقل باید 10 برابر بهتر از تامین کننده قبلیش باشم. یه موقع هست کالای ما برند نیست ولی مزیت‌های رقابتیش نسبت به اون برند خیلی بالاتره. این تو هنر متقاعد کردن برند دوستان عزیزم با خودش کلمه‌ای به نام اطمینان میاره. یادتونه گفتم من فروشنده باید درب زیان رو به مشتری ببندم. یکی از چیزهایی که خیال مشتری رو راحت میکنه برند. میگه من از این کت شلوار بگیرم خیالم راحت، اینجوریه، خوب نشون داده میشه. درسته؟ بله دقیقاً. خب حالا من اونو ندارم. بله. پس من اون برنده رو ندارم که اطمینان رو ایجاد بکنه. باید حتما خودم رو یه جوری به مشتری ثابت کنم. باید یه جوری، دیدین بعضی از افراد میان و یه پیشنهادهای جذاب میدن، میگن در مثلا یلدا اینطوریه، بیاین این نمونه، بیاین نمونه دوره رایگان. ما میدونیم بیشترین درآمدمون تو ویدان از چیه دوستان؟ از دوره‌های رایگانمونه. دوره رایگان میدیم، میرن استفاده میکنن و بعد میان دوره‌های دیگه از ما خرید میکنن. شما باید نمونه، شما باید نشون بدی، تایید اجتماعی باید داشته باشی تا تبدیل بشی به برند. وقتی که هزاران نفر اومدن از تو استفاده کردن و دیدن که نه واقعا قولت با عملت یکسانه، شما هم تبدیل میشی به برند. برند یعنی اینکه قول بدید اون چیزی که میتونید انجامش بدید و انجام بدید اون چیزی که قولش دادید. خب با توجه به این موضوع شما میتونید مزیت برند بودن هم آینده برای خودتون پیدا بکنید، ولی اولش باید یه مقداری از چیزهای دیگه به مشتری پیشنهاد بدید که جذابتر بکنید کار رو. به خاطر همین میگیم برند بشید. شما برند بشید میتونید هزینه‌های بالاتری دریافت کنید. نیاز نیست که خیلی آفر بدید تا شما رو امتحان بکنن، چون برند با خودش آرامش میاره، برند با خودش اطمینان میاره، برند با خودش دغدغه کمتر میاره. این برنده، این تعمیر میکنه اگه مشکلی پیش اومد. بذار از این بخریم حالا یه ذره گرونتر. خب بریم سراغ حالت بدن موقع صحبت کردن. دوستان عزیزم، حالت بدن موقع صحبت کردن تأثیر میذاره رو لحن کردن. اگر یادتونه چه تو تماس سرد چه تو تماس گرم، هر دوتاش جلب توجه رو داشتیم، تو هر دوتاش انرژی رو داشتیم. پس فرقی نداره شما تماس سرد میکنید، تماس گرم، دارین سفارشگیری میکنید، دوستتون هر کی هست. یکی از راه‌های انتقال انرژی این هست که طرز نشستنتون درست باشه.
قوز نکنید روی تلفن، خم نشید روی میز، سعی کنید که به صورت صاف بشینید. خیلی از فروشنده ها ایستاده بهتر صحبت میکنن. هیچ اشکالی نداره که شما ممکنه از هندزفری استفاده بکنید برای تماس گرفتنتون. خیلی میتونه کمکتون بکنه، خستگی گردنتون رو کمتر بکنه. هزینه کنید. من همین الان به شما نگفتم شما کارتون فروشه، نمیخواین رو حنجرتون کار کنید. کارتون فروشه، نمیخواین کتاب بخونید. کارتون فروشه، نمیخواین یه تلفن خوب داشته باشید. کارتون فروشه، نمیخواد یه صندلی خوب داشته باشید. نمیخواید یه پشت کمری داشته باشید برای صندلیتون. انجامش بدید. سرمایه گذاری رو کارتونه دیگه بزرگترین سرمایه گذاری رو ابزار کارتونه. همیشه من یادمه یکی از تجار قدیم همیشه به من میگفت که توی ابزار کارت چیزی کم نذار. سعی بکن اگه کارگاهی داری، چیزی داری، بهترین ابزار رو بخر. اگه میخوای دستگاهی ماشینالاتی بخری، مثلا نجاری داری، هر چی، برو بهترین ماشینالات رو بخر. گفت تو همه چی صرفه جویی کن، ولی تو ابزار کار، اگه ابزار کارت ماشینه، مثلا یه آدم یه وکیل هستی، نمیدونم یه مشاوری، اگه ابزار کارت ماشینه، برو یه ماشین خوب بخر. این صرفه جویی تو خرید ماشین نکن. اگه فروشنده حضوری هستی، روی لباس تو، ساعت تو، اینا صرفه جویی نکن، این الکیه. برو گرونترین لباس، بهترین کیف، بهترین ظاهر رو بر خود درست کن. اگه فروشنده تلفنی هم هستی، همینطور. ابزارتون رو چیکار بکنید؟ کامل بکنید. پس حالت بدن خیلی خیلی مهمه. لحن و آهنگ کلام دوستان عزیزم، بارها و بارها گفتم که خیلی اهمیت داره. امروز من از یکی از ستاره‌های بیزنس کوچینگ دعوت گرفتم که آموزش میده که چطور ما تمرین میکنیم. شما یاد بگیرید، فقط امروز نمونه اینجا چند تا تمرین انجام میدیم، ولی یاد بگیرید که چطور حنجرتون رو قوی بکنید، چطور صداتون نلرزه، چطور صداتون قرا باشه برسه به طرف مقابل، چطور با صدای خیلی بلند نه، صدای متوسط ولی کاملا واضح، شفاف باید باشه، کلیر باید باشه صحبت شما. و اینو به شما بگم، البته تو پرانتز اینو میخوایم بنویسید که هیچ موقع شما لازم نیست که یه گوینده رادیو تلویزیون یا دوبلور باشید. در دنیا دوستان عزیزم، در دنیا که هیچی، پیش خود من الان که دارم با شما صحبت میکنم، یکی از بهترین فروشنده‌هایی که ما با هم دیگه همکاری میکنیم لکنت زبان داره. کسی رو داریم که صداش بسیار بم هست، کسی رو داریم که صداش بسیار زیر هست. پس اگر آموزش میدیم، خدای نکرده به این عنوان نباشه که بگیم خب من صدام که اینجوری نیست پس من موفق نمیشه. اصلا اینطوری نیست. ما در امریکا بهترین فروشنده ها هندی هستند. دیدی هندی‌ها چجوری انگلیسی حرف میزنن؟ بسیاری از فروشنده در امارات وقتی میریم میبینیم این بنگلادشی هستند. پس اصلا نگران لهجه‌تون، نگران این نباشید که من مثلا خدای نکرده لکنت زبان دارم، مشکلی دارم. این برای فروشندگی شما مانعی نیست. ولی همین الان گفتم اگر ما کارمون فروشندگی، نمیخوای تمرین کنیم، نمیخوای یاد بگیریم، نمیخوای کلمات جادویی رو بلد باشیم، نمیخواد یاد بگیریم چجوری لحن خودمون رو قوی بکنیم، پس بنابراین خیلی مهمه که این تمرین رو یاد بگیرید و تکرار کنید. من گفتم 10 سال پیش کلاس رفتم، امسالم باز کلاس رفتم و بازم باشه کلاس خواهم رفت. خب آقای امیرحسین جعفری پرسیدن که لطفاً در خصوص استخدام بازاریاب تلفنی هم صحبت کنید. چشم. حالا تا قبل از اینکه مباحث خودمون رو بگیم، در رابطه با استخدام دوستان عزیزم سعی بکنید افرادی رو انتخاب بکنید. اگر مختص تلفن میخوایم باشه، یعنی فروش حضوری نمیخواد داشته باشه، حتما تجربه کال سنتر داشته باشه. الان متاسفانه به دلیل اتفاقاتی که افتاده، استارتاپ های مختلف، شرکت های مختلف متاسفانه خیلی از کال سنترهاشون رو تعطیل کردن و خیلی جوان های بسیار قوی، خوب، آموزش دیده الان بیکار شدن. شما باید از اونها انتخاب بکنید. روش دومش این هست که افرادی رو بیارید و شروع کنید آموزش دادنشون. چون بحث تلفن گفتم اول امروز، گفتم همش تمرینه. هر چی شما تمرین تر بکنید موفق. اصلا باورتون نمیشه کسی که فروشش به ماهی 10 میلیون تومان نمیرسیده، با تمرین الان داره ماهی 1 میلیارد میفروشه. 10 میلیون 1 میلیارد. 1 میلیاردی الان داره ماهی 5 میلیارد. یک نفر داره ماهی 5 میلیارد تلفنی میفروشه با تمرین.
پس بنابراین روش اولش اینه که از افرادی که جاهای دیگه مشغول به کار بودن، کال سنتر کار کردن. کال سنتر میتونه پشتیبانی، اصلا فروش هم شاید انجام نداده، پشتیبانی مشتریان بوده. از اونها استفاده کنید، بیاین تکنیک‌های فروش رو بهشون یاد بدید. یا میتونید افراد جوان، پر انرژی، کسایی که یادگیرنده هستن رو بیارید و اون موقع است که تکنیک‌های تلفنی رو باشون آموزش بدید. بنابراین میتونه روش خوبی باشه. معمولاً آدم‌هایی که قوی هستن بیکار نیستن دوستان عزیزم. همه جا نیازه. فروشنده یک شغلیه که همه جا نیاز هست بهش و من به خاطر همین توصیه میکنم که دوستانتون و همسرتون، فرزندانتون، نمیدونم هر کسی مهارت فروش بهش آموزش بدید. هر جای دنیا بره براش جا هست. خب بریم سراغ بقیه بحثمون. در رابطه با لحن صحبت کردن آقای چهره بخش. موضوع مهم دیگه که قبلا هم بهش اشاره کردم اینه که شما به عنوان فروشنده‌های حرفه‌ای باید در چند ثانیه اول بفهمید که کی پشت خطه، چه نوع شخصیتی داره، با چه روشی من با اون رفتار بکنم. گفتم بعضی از مشتریان خیلی دقیقن، من باید آمار بهشون بدم، باید به صورت منطقی ثابت بکنم که قیمت ما بهتره، ثابت بکنم که از کی شروع میشه بحثمون، کی تموم میشه، به چه صورت هست. و من نمیتونم خیلی احساسی باش صحبت بکنم، خیلی نمیتونم داستان تعریف بکنم، خیلی نمیتونم اونجا مثلا بیام و باش دوست بشم و کار ببرم جلو. این مشتریان دقیق از من آمار میخوان، دقیق میخوان بدونن که چه خبره. پس من باید ببینم طرف حسابم پشت خط کی هست، مشخص از سوالاش خیلی دقیقه. آدم مهربان چیه؟ خیلی قبولم میکنه، یعنی مثل اون سر طرف نمیزنه. آدمای دقیق سلام ربانی هستن، میگه سلام بفرمایید، در خدمتم بفرمایید، خیلی آروم. آدم سلام ممنونم در خدمتتون هستم. آدم مهربان خیلی گرم میگیره. آدم دقیق خیلی یک نواخت با شما عمل میکنه، شاید هم بخوره مقدار تو ذوقتون. ولی جالبه خود من با آدم‌های دقیق خیلی بهتر میتونم معامله بکنم تا آدم‌های مهربان. آدم‌های مهربان واقعا اون چیزی که میگن نیست، یعنی میگن که خب باید با همسرم مشورت کنم، سر بیمه میخوام بخرم، میگه با همسرم باید مشورت، در صورتی که اینطور نیست. قشنگ بگو که آخه بحث ارزش پول ملی ایران همش کم میشه، بیمه بخرم چیکار؟ اگه اینو واقعا آدم دقیق اینو میپرسه از آدم قشنگ براش منطق میاره که داستان چیز دیگه است. ولی آدم مهربان یه چیز دیگه میپیشون، میگه باید با همسرم مشورت کنم. و خب شما چی میخواین پاسخش بدید؟ میگیم باید بر مشورت کنه دیگه. بنابراین فروش از دست میره در صورتی که آدم دقیق نه. آدم مطمئن، مدیرعاملا، آدمایی که پولدارن، آدمایی که موفقن، هدفمندن، اینا خیلی مغرور هستن. اینها از تلفن صحبت کردنشون، از تلفن جواب دادنشون، پیام‌های شما رو به سرعت نمیبینن. اینجور افرادم شما باید احترام بذارید بهشون. دیدی اینا خیلی زود خودمونی میشن. بعضی از فروشنده‌ها به اینا جواب نمیده. اینها کسایی هستن که در محیط کاریشون همه بهشون احترام میذارن، بعد حالا شما میخواین تو تلفن مثلا باهاش شوخی بکنید، اصلا این جواب نمیده بهش. بنابراین با این جور افراد باید با احترام، با عناوین باش ارتباط برقرار بکنید. آدمای با انرژی کیان؟ آدمایی هستن که معمولا ما توصیه میکنیم که تماسای اول وقتتون رو با این جور افراد بگذرونید. اینا خیلی انرژی دارن، خیلی حراف هستن، گاهن مثلا چیزای شخصیش هم برای شما تعریف میکنه. زنگ زدین سفارش ازش بگیرید، چیزای شخصیش هم شروع میکنه حرف زدن و اینا، و خیلی مشتری معرفی میکنه به شما. مثلا میگه زنگ به اینم بزن، اینم شاید بخره ازت. یعنی به همچین جور آدم‌هایی هستن و این آدمای با انرژی هم آدم با انرژی میخوان. اگه شما آدم مثلا خیلی درونگرایی باشی، انرژی نداشته باشی، اینا آنچنان با شما ارتباط خوبی نمیتونن برقرار کنن، چون داره با انرژی با صحبت کنه، شما لاو هستن، پایین هست انرژیتون. اینجور افراد شما باید خودتونم با انرژی باشید. پس شما باید پشت تلفن تشخیص بدید که
چه کسی هست. گفتم خودتون رو وقف بدین. کسی که با سرعت صحبت میکنه شما باید با سرعت صحبت کنید. کسی که آروم صحبت میکنه کند صحبت کنه، یه مقدار شما کندتر باید باشید. کسی که از کلمات اختصاصی و تخصصی استفاده میکنه شما هم باید از کلمات تخصصی استفاده بکنید. یکی از دوستان پرسیدن که آیا برای برقراری ارتباط بیشتر با مشتری، اگه فهمیدیم مثلا عرب زبان هست یا ترک هست، اگر به زبان آنها مسلط باشیم خوب است که با آن شخص صحبت کنیم. بله خیلی تاثیر خوبی داره، ارتباط بسیار نزدیکی میتونید برقرار کنید. حتی اگر دست با شکسته صحبت میکنید خیلی کمک میکنه، این به نزدیک شدن ارتباطتون میانجامه. پس فروشنده های خوب خودشون رو وفق میدن. بریم اون سوالی که یکی از دوستان پرسیده بود، بفرمایید. بله. نه انرژی فرق داره با سرعت کلام. خب ما در رابطه با سرعت کلام، انرژی شما همیشه باید بالا باشه. بله بحث سرعته. کسی که آرام آرام با شما صحبت میکنه اگر تند صحبت کنی متوجه نمیشه. بله مرسی. ارتباط مؤثر با دروازه‌بانا، منظورمون چیه از گیت کیپرها؟ کسایی که فاصله میندازن بین شما و تصمیم گیرنده هستی. خریدار اصلی یکی دیگه است، خب ولی شما تا منشیش رو یا رئیس دفترش رو یا مشاورش رو رد نکنید نمیتونید برسید. دوستان عزیزم همیشه استاد ما میگفت همون قدری که میخوای به خریدارت احترام بذاری، به تصمیم گیرنده اصلی احترام بذاری، 10 برابر بیشتر با مدیر دفترش، با رئیس دفترش احترام بذار. هیچ موقع بهش یادآوری نکنید که تو تصمیم گیرنده نیستی. مثلا میشه بگین تصمیم گیرنده اصلی کیه اینجا؟ این غیر حرفه‌ای ترین سوالیه که یه فروشنده میتونه بپرسه. شما باید با اون طرف ارتباط خوبی برقرار کنید، حتی اگه منشی باشه، اگه مشاور باشه. شما اول باید به مشاور بفروشی، بعد اون خودش میره میفروشه به اون شرکتی که شما مد نظرتون هست. شما اول به اون منشیه باید بفروشی و اینها خیلی خوبه. آیا من با قدیما میگفتن که با منشی‌ها رفیق بشید، با رئیس دفتر رفیق بشید تا اینها ارتباطتون بدن؟ اینطور نیست دوستان عزیزم. نه اینکه ارتباطتون سرد باشه، نه، ولیکن شما نباید ارتباطتون رو از حد معمول بالاتر ببرید. این صحیح نیست. صحیح ترش اینه که عین یه تصمیم میگیرن، درسته خریدار نیست، اون قرار نیست بخره از شما، ولی شما عین یه خریدار باش رفتار بکنید. همون احترامی که با اون فرد تصمیم گیرنده اصلی میذارید با گیت کیپرها بذارید. موضوع بعدی اینه که همیشه تاییدشون بکنید. هیچ موقع حتی اگر بدرفتاری به شما کردن، هیچ موقع چغلیشون رو پیش اون مدیر نکنید. آره من چند بار زنگ زدم اصلا ایشون وصل میکنه به شما، اصلا اینجوری میگه، اینطوری لحن کلامش اینطوریه. به هیچ وجه. چون وقتی دارین شغلی اون رو میکنی مدیر به خودش میگه دیگه، میگه من خودم انتخابش کردم و وقتی داره بعد اونو میگه یعنی من انتخابم غیر صحیح بوده. بنابراین چهره منفی گرفته میشه و اگر اون بخواد هر روزی بخواد حتی شما بهترین تامین کننده باشی میتونه ارتباط شما رو قطع بکنه با اون تصمیم گیرنده اصلی. پس این نکته بسیار مهمیه. یه نوع دیگه هم ارتباط داریم دوستان عزیزم. یک فروشنده حرفه‌ای باز نباید بگه که من فقط کارم فروش هست. یه فروشنده حرفه‌ای باید ابزار فروش هم بلد باشه. نمیتونه بگه بابا فکس که به من ربطی نداره دیگه، یکی رو بذاره شرکت اینجا فکس رو انجام بده. این که دیگه فاکتور زدن که اینجوری. درسته دوستان عزیزم، ولی کن شما باید هر کاری لازمه برای افزایش فروشتون انجام بدید. اگه میبینید که اون زدن فاکتور میخواد تعللی ایجاد بکنه توی ارسال بار مشتریتون، شما باید خودتون سریع دست به کار بشید. شما اکانت منیجر هستی، شما مدیر اون مشتری هستی، شما باید راضی نگه دارید. این نیست که من فاکتور زدم تمومه. اگر میخوای موفق باشی هر جوری شده باید بری و وکیل مدافع اون خریدار توی شرکت باشی. یعنی ممکنه شما 10 تا 100 تا نمیدونم 500 تا مشتری به نام شما ثبت شده، شما باید هر کاری هست انجام بدی که اون مشتری ها راضی باشن. نگی دیگه پشتیبانی که به من ربطی نداره، دیگه ارسال انبارداری اشتباه کرده به من چه، شما تماس بگید، بار رسید خدمتتون، اوکی بود همه چیز، بسته بندیش مناسب شما بود، همون چیزی بود که می‌خواستید،
پس بنابراین شما مدیر اون فرد هست، مدیر اون حساب هستید، اکانت هستید. نمیتونید بگید من فقط فروختم تموم شد. بنابراین اگر لازمه باید از ایمیل استفاده کنید، اگر لازمه فکس هنوز کارایی داره میتونید استفاده کنید. نگید CRM به من چه. فروشنده اومده میگم چرا CRMت خالیه؟ میگه به من چه. عزیز من این یه ابزاریه برای اینکه تو پیشرفت بیشتر بکنی. میتونی بگی به من چه. درسته وقتتو میگیره، ولی اون 2 ساعتی، اون 1 ساعتی که نمیتونی تماس بگیری و وقتتو میذاری روی این جور کارا. ممکنه شما ساعت 8 صبح بری سر کار، نتونید تا ساعت 9 صبح 10 صبح تماس بگیرید. اون ساعت ها رو بذارید برای کار کردنتون، برای گزارش. اینها جزئی از کار فروشه. نگی آقای ربانی پدر منو در آوردن بس که گزارش گرفتن، نمیدونم CRM هم سپردن. عزیز من خب اگه CRM کامل باشه تماس یه ماه آینده ای تو هم راحت تر هست. هر چی شما غنی تر باشه اطلاعاتتون، کار تو هم راحت تر. اینا جزئی از کار فروشه. پس اینم خیلی مهمه. رسانه‌های اجتماعی دوستان عزیزم، ساعت‌های بیکاریتون، ساعت‌هایی که نمیتونید تماس بگیرید رو برید سریع توی دایرکت اینستاگرام، برید سریع یاد بگیرید. چند نفر شما اینجا لینکدین داره؟ چند نفر شما الان داره از لینکدین به عنوان مشتریابی استفاده میکنه؟ چی؟ 1 نفر؟ دوستان عزیزم استفاده کنین از اینها. چند نفرتون از طریق دایرکت این اینستاگرام دارید مشتری یابی میکنید؟ بازم خوبه، ولی باید همه دستمون ببریم بالا. اینا ابزاره. چرا ما عقب باشیم؟ چرا وقتی یه ابزار بسیار عالی در دستان ماست چرا استفاده نکنیم؟ ساعت ببین، حتی نذارید 1 دقیقتون هدر بره. با همدیگه صحبت خواهیم کرد. شما حتی باید از قبل، شرکت‌های خوب یک کانال دارن توی واتساپ، از قبل متن‌های آماده دارن. سلام، من ربانی هستم از ویدان، بابت فلان خدمتتون پیام دادم، ما این کارو میکنیم، اینجوریه. بعد جالبه میرم توش میبینم که پیام دایرکت داده، من اصلا فالو نکرده. من جواب اون رو نمیدم، میفهمم که این یه رباتیه یا همینجوری الکی ارسال کرده. الکی نوشته مدتی من شما رو دنبال میکنم، میبینم که شما نیاز دارید به فلان خدمات. بابا تو اصلا منو فالو نداری، چجوری منو دنبال میکردی؟ پس باید یه مدتی ارتباط برقرار کنید، فالوش کنید، کامنت براش بذارید، لایکش کنید، این ارتباط انجام شه. بعد دایرکت بدید. این دایرکت میشه دایرکت گرم. اگه همینجوری الکی رندوم من دایرکت بدم، این یه دایرکت سرده که درصد تبدیلش بسیار پایین، اصلا ممکنه هیچ کس بازش نکنه. از 100 نفر 1 نفر باز میکنن. ولی اگر سعی بکنید یه مدت ارتباط برقرار بکنید با مشتریتون، لایکش کنید، کامنت بذارید، وقتی دایرکت بهش میدید دیگه اون 1% نیست، اون میشه 24%، 50%. یعنی از هر 2 نفر یکیشون به شما پاسخ میدن و این یه نرخ بسیار بالاییه توی فروش. بریم سراغ، اگر بگم مهمترین بخش صحبت من، همین 2 تا اسلاید. من واقعا امروز اومدم که با شما همین 2 تا رو مطرح بکنم برم. یعنی اگر شما به اندازه 2 تا 3 تا اسلاید با من همکاری بکنید، حواستون تمام جمع باشه، من میدونم که کار خودم رو انجام دادم و دیگه راحت میشم. میدونم شما دیگه از امروز به بعد فروشتون یه چیز دیگه خواهد بود. بنابراین چون از وقتی من این رو یاد گرفتم فروشم متحول شد. این لحظه ایه که دیگه به من خیلی کمک کرد. 2 تا نمودار داریم. نمودار زمان پول، نمودار چی؟ تماس پول. همه استادا اینو درس میدن. نمودار زمان پول که خیلی هم خوبه. خب ببین، یه نمودار داریم، به اینجا میگن پول، به اینجا میگن زمان. خب اتفاقی که میفته، ما شروع میکنیم هی زنگ زدن. میبینی پولی به دست نمیاریم آنجا. خب و معمولا فروشنده های تازه کار خیلی، چون نمیدونن آینده چی میشه، خیلی سریع ناامید میشن. میگن اوه ما 1 ماه داریم کار میکنیم هیچ نتیجه‌ای نداشتیم، 2 ماه داریم کار میکنیم هیچ نتیجه‌ای نداشتیم و ول میکنن دیگه. اینجا هست که دیگه ول میکنن، میرن.
نمیمونن اصلا. خیلی از کسایی که شما استخدام میکنین به عنوان بازاریاب تلفنی ول میکنن بس که نمیشنون. در صورتی که این نمودار به این شکل است، این میاد اینجا، اینطوری اتفاق میفته. دلیلش چیه؟ یادتونه صبح یه مثالی زدیم برای یکی از دوستان، میگفتیم هر 20 تا تماس 5 تاشون جواب میدن، از 5 تا یکیشون میخرن. ما پس باید 19 تا نه بشنویم تا یه دونه بله بشنویم. ما تا این 19 تا رو رد نکنیم نمیره نمودارمون بالا. و این نکته کلیدی بحث هست که تو باید اول 19 تا نه بشنوی. فروشنده های خوب به جای اینکه بله هاشون رو بشمارن نه هاشون رو میشمارن. میگه من الان چند تا الان هفتمیه، نهمی، دهمی، 11 دیگه، الان دیگه آخراشه که من میتونم موفق بشم. در صورتی که فروشنده های غیر حرفه‌ای ناامید میشن، از نه هراس دارن. چرا؟ چون عدد و ارقام نمیدونن. فروش بازی چیه؟ اعداد. دوستان عزیزم، فروش بازی ریاضی است. این چیزیه که معمول توی کلاس ها درس میدن، میگن شما باید قدرت نشنیدنت رو بالا ببری، هرچی بیشتر نبشنوی بیشتر بله. حتی میان حساب میکنن، میگن خب اگر تو یه بله بشنوی چنده؟ چقدر در آوردی؟ بعد اینو بیا تقسیم بر چی بکن؟ 19 بکن. x تقسیم بر 19 میشه ارزش هر نشنیدنی. میگن هر نهی که شنیدی یه سود کردی، هر نهی که میشنوی یه سود دیگه، همینجوره. خب حالا چیزی که من میخوام به شما نشون بدم، بذار این مثال رو با این هم ببرم جلو که شما کاملا روشن بشه براتون. لیوان شیشه‌ای نیست وگرنه نشونتون میدادم. حالا همینا میشه. نگاه کنید دوستان عزیزم، بعد نگاه کنید. این لیوانو نگاه کنید. الان من همینجور دارم آب میریزم. خب اتفاقی میفته یا نه؟ کلی دارم آب میریزم، آیا اتفاقی افتاد یا نه؟ ها؟ تا این پر نشه دوستان عزیزم ازش سرازیر نمیشه. این مهمه که ما هی تلاش میکنیم خبری نیست، خبری نیست، خبری نیست، خبری نیست. پس این همه تلاش کردم چه اتفاقی افتاد؟ ول میکنم میرم دنبال کارم. در صورتی که باید یه کمی صبر کنی. این تا به اینجا نرسه، تا به این بالا نرسه، این شروع نمیکنه به ریختن، سرریز شدن. باید صبر داشته باشی توی فروش. این نکته بسیار مهمیه. ما به این میگیم نمودار چی؟ زمان، پول. باید صبر. زمان یعنی چی؟ یعنی باید صبر داشته باشی. باید صبر داشته باشی تا چی بشی؟ خب باید چیکار بکنی؟ صبر داشته باشی تا به نتیجه برسی. ما زود ول میکنیم. حالا چیزی که من خودم دریافت کردم، این تئوری فروش بود که خدمتتون گفتم، ولی چیزی که من دریافت کردم و گفتم این چیزیه که میخوام شما از اینجا ببرید و هیچ موقع فراموش نکنید، نمودار تماس پوله. من میگم کی گفته که باید اینقدر زمان بگذره؟ معمولاً اکثر فروشنده معمولاً یه جورایی درآمدشون به تعداد فروش بنده. حالا بعضیا پاداش میگیرن، بعضیا کمیسیون میگیرن. فقط بحث ثابت نیست. همیشه با تلاش بیشتر، نتیجه بیشتر میتونن بیشتر در بیارن. من اینو دیدم دوستان عزیزم که شما با تماس بیشتر، به جای اینکه اینجا رو زمان بذاری، بابا فروشنده که کارمند نیست که، فروشنده همه چیز دست خودته، چرا بیشتر تلاش؟ کی بهت گفته 8 ساعت در روز باید تماس بگیری؟ اگر 10 ساعت بشه چی میشه؟ اکثر افراد ثروتمند جهان بیش از 10 ساعت کار میکنن. وقتی درآمد دست خودته چرا باید نمودار رو به زمان گیر بدی؟ کی گفته هن چیزیو؟ مگه تو کارمندی؟ چیزی که مهمه اینه که تو بیا پول و درآمدت رو ربط بده به چی؟
تماس. اون اصلا نمودار قبلی به نظر من اشتباهه. تو هر چقدر بیشتر تماس بگیری درآمدت بیشتر خواهد بود. و بعد ببینید یه دفعه‌ایه که میره بالا. یه دفعه تماسات که میره بالا. پس تا وقتی استانداردی روزی 50-60 تا تماس میگیری خبری نیست. ولی همین وقتی میشه بین 100 تا 120 تماس، یه دفعه تو میری جزء فروشنده های ستاره. پس من به جای اینکه بیام ساعتی خودم رو برنامه‌ریزی بکنم، به جای اینکه ساعتی خودم رو برنامه‌ریزی کنم، بیام تماسی خودم رو برنامه‌ریزی بکنم. بگم چند تا تماس چند. و این چیزیه که حالا من برای شما آماده کردم و میشه گفت که قلب مباحث امروز هست که شما باید این رو به دست بیارین. ارزش 1 ساعتتون چنده؟ این چیزیه که خیلی مهمه. ارزش 1 ساعتتون رو در بیارید دوستان عزیزم. من برای اینکه اینجا نخواین خیلی زحمت بکشید، یه جدولی براتون آماده کردم. یه قانونی داریم، قانون 2000 بهش میگیم. قانون 2000 میگه درآمدتون رو تقسیم بر 2000 بکنید، ارزش 1 ساعتتون در میاد. مثلا اگر 3 میلیون در ماه شما درآمد داشته باشید، حدوداً میشه سالی چقدر؟ حدود 40 میلیون تومان دیگه، با هزینه بیمه‌ای که دریافت کردید و چیزای دیگه، حدود 40 میلیون تومان شما درآمد داشتید. ارزش هر ساعتیتون میفته 20,000 تومان. اگر در سال 75 میلیون تومان درآمد دارید، یعنی هر ساعتتون 38,000 تومان. اگر 200 میلیون تومان درآمد دارید، هر ساعتیتون 100,000 تومان. و جالبه اگر من فقط روزی 1 ساعت، این بر مبنای 5 روز در هفتم هستا، نه 7 روز در هفته کار، این بر مبنای 5 روز کاره. اگر من فقط 1 ساعت جلوی اتلاف وقت 1 ساعت در روزه رو بگیرم، اون جدول آخر میشه. اگر من فقط روزی 1 ساعت جلوی اتلاف وقتم رو بگیرم، 5 میلیون تومان به درآمد سالانم، یعنی بیش از 12% افزوده میشه فقط با روزی جلوی 1 ساعت اتلاف رو گرفتن. خیلی دوستان عزیزم مهمه. وقتی من نگاه میکنم تو شرکت‌های مختلف میرم، میبینم که شاید در روز 4 الی 5 ساعت کار مفید انجام میشه توی زمینه فروش. بقیه اتلاف وقته. من میگم اگه 4-5 ساعت کار میکنیم بکنین 6 ساعت، 7 ساعت. اگه 8 ساعت کار میکنیم بکنینش 9 ساعت. یه دفعه اینقدر رشد میکنه درآمدتون. خب مبلغ کمی نیست. میتونید با این مبلغ یه کار ویژه انجام بدید. و اینم میتونه بالاتر هم بره، پایینتر بره. تمرینی که دارم اینه که تو این جدول شما برای خودتون بنویسید درآمد سالانتون چقدره و تقسیم بر 2000ش بکنین، ارزش هر ساعتش در بیاد. بعد ضرب در 250ش بکنین، ارزش 1 ساعت در 1 سالتون در میاد. فقط میخوام بدونید که اگر روزی 1 ساعت بیشتر کار بکنید چه اتفاقی برای شرکتتون میفته. فقط روزی 1 ساعت. اگه کسی مدیر فروش اینو بر کل شرکتش به دست میاره، اگه کسی خودش فروشنده است مبلغ درآمد خودش رو، مثلا یه کسی شرکت داره سالانه داره الان 50 میلیارد میفروشه، میتونید 50 میلیارد اینجا بنویسه. فکر کنید یه شرکتی 50 میلیارد در سال داره میفروشه. ارزش هر ساعتش چقدره؟ 50 میلیارد تقسیم بر 2000 کنید. میشه چقدر؟ 25 میلیون تومان. بعد 25 میلیون ضرب در 250 بکنید. میشه ارزش 1 ساعت اتلافشون. یعنی اگه همه توی شرکتشون 1 ساعت بهتر کار بکنن، درآمدشون اون مقدار بالاتر میره. چقدر میشه؟ 6 میلیارد بیشتر فروششون خواهد بود. این چیزیه که اگر ما حساب بکنیم دیگه نمیایم بشینیم توی دفتر ساعت‌ها مثلا در رابطه با شام دیشبمون، نمیدونم مهمونیمون، در رابطه با مشکلاتمون، در رابطه با میایم قشنگ کار میکنیم. ببین ایراد ما اینه زمانی که باید کار بکنیم به فکر چیزای دیگه هستیم. موقعی که باید بریم استراحت کنیم، لذت ببریم، با خانواده باشیم، نمیدونم بریم تفریح بکنیم، فکرمون تو مشکلات کاریمونه. به خاطر همین نمیتونیم اون شیره اون لحظه رو بچشیم.
ما باید در لحظه زندگی بکنیم. الانی که من سر کارم باید تمام وجودم وقف چی باشه؟ کار باشه. وقتی هم منزلم باید تمام وجودم وقف چی باشه؟ منزل. وقتی هم تفریح میکنم همینطور. نمیشه ما همش برعکس کار کنیم. یه اشتباه میشه. موضوع بعدی تیز کردن اراس. هر چقدر که شما تجهیزاتتون بهتر بشه، هر چقدر که شما مهارت‌های گفتگوتون، مهارت‌های کلوزینگتون، کلمات جادویی که الان بهتون گفتم، یادگیریتون بالاتر بره دوستان عزیزم، میتونید تو اون 4 ساعتی که قبلا به 100 نفر تماس میگرفتین رو بکنید 4 ساعت 100 نفر بکنید 4 ساعت 120 نفر. یعنی بدون کش اومدن تایم، یعنی تو همون تایم به تعداد افراد بیشتری تماس بگیرید. پس مهارت‌های خودتون رو گسترش بدید. بحث بعدی که قبلا هم بهتون گفتم اولویت بندی مشتریانه. مثلا حدود 60% تایمتون رو بذارید رو مشتریان الماستون، حدود 30% رو بذارید رو مشتریان طلاییتون و حدود 10% رو بذارید برای چی؟ مشتریان نقره‌ایتون که هیچی نمیدونید و هیچ کاری نمی‌کنید. اینو میتونید به این صورت دیگه خودتون باید این درصدها رو مشخص کنید. موضوع بعدی دوستان عزیزم، اینو گفتم، حواس پرتی با پیام‌ها و تماس‌های شخصی. سعی کنید با خودتون قول بذارید. بگید من تا 50 تا تماس نگرفتم موبایل شخصیمو برنمیگردونم. این کاریه که من انجام میدم خودم. میگم تا فلان کار، تا اسلایدها رو درست نکنم، تا اسلاید 30 مثلا برای خودم یه چیزی میذارم، میگم تا اسلاید 30 نرم موبایلمو برعکس نمی‌کنم. یعنی تا اسلاید 30 و 100 نفرم بهم زنگ بزنن جوابشون رو نمیدم. 1000 تا پیامم بیاد نگاه نمی‌کنم. توی اینستاگرام نمیرم. با خودم قول میذارم، جایزه میذارم برای خودم. میگم خب اسلایدم به 30 تا که رسید برش میگردم یه نگاهی میکنم دوره میرم تا اسلاید 60 یا این کار رو انجام میدم. برای فروشنده هم همینطوره. با خودتون قرار بذارید. بگین اگه من رسیدم به 60مین تماسم، حالا تلفنمو برمیگردونم، یه چک میکنم، شاید اصلا صحبت کنم، به همسرم یه زنگی بزنم، یه کاری بکنم. پس سعی کنین حواس پرتی توی کارتون وارد نشه. یه دفعه میرید توی این استاد، یه ساعتتون میره. چشم می‌بندین باز می‌کنین 1 ساعتتون رفته. بغل دستیتون توی 1 ساعت 20 نفر 30 نفر زنگ زده، شما 20 نفر. بعد نگین چرا من آخر ماه عقب‌تر از اونم. رقابت منفی نکنید. تماس گرفته، زحمت کشیده، موقعی که ما داشتیم خوش می‌گذروندیم داشته تلاش می‌کرده. منم پس میتونم مثل اون باشم. پس این خیلی مهمه دوستان عزیزم، مراقب رسانه‌های اجتماعی و چاله‌ای که دارن باشید. انجام همزمان چند تا کار مثل سم میمونه. گفتم وقتی دارین با مشتری حرف میزنید نرین سراغ کار کردن با موبایلتون یا روی لپتاپتون. هم مشتری متوجه میشه، ناراحت میشه دوستان عزیزم، و همین که شما 100% توانمندیتون رو نخواهید گذاشت روی این کار. این اشتباه کامله. این چیزیه که من خیلی روش توجه دارم و تو هر شرکتی که رفتم با همین تونستم فروششون رو بالا ببرم. این که هدف بذارید برای خودتون. قشنگ هدف سالانه داشته باشید، هدف روزانه. امروز چند تا باید تماس بگیرید؟ 120 تا. باید مشخص باشه. صبح به صبح که میای هدف بذارید برای خودتون. بعد امروز باید اینقدر تماس داشته باشید، 120 تا، یعنی ساعتی چند تا باید تماس داشته باشید. اینو برای خودتون حتما هدف گذاری بکنید. خیلی میتونه کمک بکنه. برای خودتون جایزه قرار بدین. بگین اگه مثلا تا ساعت 11 صبح 50 تا تماس داشتم، این کارو برای خودم میکنم. این جایزه رو میخرم، یا میرم همچین چیزی رو میخورم، میرم قهوه میخورم، نمیدونم، میرم زنگ میزنم به مادرم صحبت میکنم. موضوع بعدی، قبل از شروع تماساتون میز و ابزار کارتون رو آماده بکنید. سعی کنید چند تا کلیپ آماده داشته باشید از نظرات مشتریانتون، چند تا نامه داشته باشید، چند تا پیام آماده، همین اسکریپتی که امروز خدمتتون دادیم برای خودتون نوشته باشید، چند تا پیامک تشکر آماده توی موبایلتون باشه، فقط بتونید کپی پیست بکنید. تا یکی ازتون خرید، شاید اصلا شرکتتون هم بهتون نگفتن چی کاری بکنید، ولی تا کسی از شما خرید براش بفرستید. جناب آقای حسنی ممنونم که فاکتور رو تایید کردید. همین. ربانی، این اسم منم تو ذهنش میمونه. میگه عجب این فروشنده با همه متفاوت هست. پس یه سری ابزار برای خودتون چی داشته باشید؟ توی موبایلتون داشته باشید. میز کارتون رو تمیز بکنید، شلوغ نباشه. با تماس‌های خوشایند خودتون رو شروع کنید که بهتون گفتم، با افراد دوست داشتنی اول زنگ بزنید. با تماس‌های تشکر میتونید شروع بکنید.
در ساعت‌های غیر مناسب برای تماس تلفنی شروع کنید مشتریابی کردن به وسیله رسانه‌های اجتماعی. توی تلگرام، توی واتساپ، توی اینستاگرام شروع کنید با افراد ارتباط برقرار کردن. خب برای پایان کارم دوستان عزیزم میخوام که یه تمرین حسابی با هم دیگه میخوایم یه قولی بدیم امروز. یه تمرینی با هم دیگه میخوایم انجام بدیم. دفتراتون رو در بیارید. میخوام اینا با درصد برا من بنویسید. امروز اومدید اینجا، وقت گذاشتید. خب صبح تا بعد از ظهر همکارای شما یا استراحت می‌کردن یا سر کار بودن. گفتم معمولا فروشنده هم اینجور کارا رو مسخره میکنن. کتاب خوندن و اینا خیلی سنتی هستن. کتاب خوندن، کلاس اومدن، اینا مخصوصا اینکه پول پاش کسی بده، این برایشون جذاب نیست. هیچ موقع رو خودشون یا درصد کمی هستن. میدونی اون درصد کم کسایی هستن که آینده مدیر عاملا هستن و اینا. من بسیاری از کسایی که الان میبینم مدیر عاملن، آدم‌های درست حسابیان، کارشون از فروش شروع کردن. چیزی که ازتون میخوام اینه که حالا که امروز اومدید با همدیگه یه 2 تا 4 تا بکنیم، یه قولی با همدیگه امروز بدیم. میخوام بدونم این 4 تا نکته‌ای که من به شما گفتم فکر میکنید که چند درصد تعداد تماس‌های روزانه‌تون از امروز به بعد رشدش میدین؟ از شنبه صبح که میخواین زنگ بزنید چند درصد امروز فکر میکنید با این نکاتی که یاد گرفتید تعداد، مثلا تا دیروز روزی 60 تا تماس میگرفتید، بعدش میکنید 72 تا، یعنی 20% از شنبه قراره بیشتر زنگ بزنید، یعنی به تعداد بیشتری تماس بگیرید. میخوام ببینم که چه عددی تو ذهنتون دارین. چند درصد؟ 10% میخواین رشدش بدید؟ 20%؟ فکر میکنید با این دانشی که امروز به دست آوردید چند درصد رشد تعداد تماس‌های شما خواهد بود؟ خط اول بنویسید. یه درصدی، 5%، 10%، 50%. خط دوم دوستان عزیزم، با توجه به اینکه امروز دانش پیدا کردید که من قراره که با مشتریان بهتری تماس بگیرم، قرار نیست که تیربار ببندم، یه چیزی هم به چشمام ببندم همینجور تو تاریکی بزنم، قراره که بانک‌های اطلاعاتی بهتری پیدا کنم، قبلش قراره که تحقیق کنم در رابطه‌شون، قراره الک بکنم. با این دانشی که امروز پیدا کردیم فکر می‌کنید که چند درصد کیفیت مخاطبان اولیه خودتون رو بهبود میدید؟ 5%، 10%. فکر می‌کنید که چقدر رشد بکنه؟ 2 برابر؟ نمیدونم. الان فهمیدید که فرق داره. با هر بانکی هم ما نباید تماس بگیریم، باید انتخاب بکنیم. مخاطب هدفمون رو باید انتخاب بکنیم. چند درصد کیفیت مخاطبانتون رشد میدید؟ موضوع بعدی این یه تمرین هدف گذاری دوستان عزیزم. کسایی که کتاب اثر مرکب رو خوندن میدونن فلسفه این چیه. اثر مرکب چی میگه؟ کیا اثر مرکب رو خوندن اینجا؟ خب خوبه، خیلی ها اینجا خوندن. اثر مرکب میگه گام‌های کوچیک در طول زمان نتایج بزرگی داره. خط سوم دوستان عزیزم، ببین که به هر مشتری فکر میکنین که چقدر با خوب صحبت کردن، با نزدیک شدن، با ارتباط خوب برقرار کردن از این به بعد چند درصد بیشتر. مثلا اومده گردو بخره از آقای شکری، چند درصد یا روغن بخره از ایشون. فکر میکنین که با صحبت کردن بهتر چقدر میتونین روغن بیشتری بهش بفروشید؟ تو هر فاکتور، عدد فاکتور اومده لباس از شما بخره. چند درصد میتونید با صحبت کردن اون فاکتورش رو سنگین‌تر ببندید؟ 2%، 5%. درصدی که میتونید رو اینجا یادداشت بکنید. سوال بعدی، چقدر میتونید پیگیری های خودتون رو بیشتر بکنید؟ قبلا یه نفر یه بار 2 بار نه میگفت دیگه ولش میکردید. الان که دیدید باید بیشتر پیگیری بکنید، فکر کنید چند درصد میتونید پیگیریتون رو بیشتر بکنید؟ باز یه عدد اینجا بنویسید. بنویسید مثلا 15%، 20% یا 2 برابر، 100%. حالا که یاد گرفتید چطور صحبت بکنید با افراد،
یاد گرفتید که از چه کلماتی باید استفاده بکنید، یاد گرفتید که لحن خودتون رو چجوری باید تغییر بدید، دیگه شل صحبت نکنید، اعتماد به نفستون ضعیف نباشه، صداتون همینجوری از زیر، دیدین بعضی از ته چاه صحبت میکنن یا برعکس بعضی داد میزنن. دیگه الان یاد گرفتین که چطور صحبت کنید، فکر میکنید که نرخ تبدیلتون چقدر بهتر میشه. یعنی قبلا مثلا از 100 تا 1 نفر میخرید از شما، الان از 100 تا فکر میکنید از امروز به بعد که قرار شد رو خودتون کار کنید، تمرین بکنید، نرخ تبدیلتون چقدر رشد میکنه. اگه 1% شما بشه 2% یعنی 100% رشد. یعنی تا الان از 100 نفر 1 نفر به شما بله میگفت، از فردا به بعد از 100 نفر 2 نفر بله بگن، شما به اینجا بزنید 100%.